همیهنان گرامی، درود بر شما. در آستانه سال نو میلادی هستیم. جبهه ملی ایران به مناسبت فرارسیدن سال 2013 میلادی پیامی رو فرستاده که توجه شما رو به اون جلب میکنم. سال دیگر فرا میرسد. در آستانه سال نو هستیم. فرصت مناسبی است که ضمن شادباش میلاد حضرت مسیح به همیهنان ارمنی و آشوری و همه پیروان آیین مسیح در سراسر جهان آرزو کنیم که سالی همراه با صلح، آزادی، دوستی و شادکامی برای همه جهانیان صرف نظر از باورها و اعتقادات گوناگون آنها در پیش باشد. فرارسیدن سال نو باز هم فرصتی است تا با بزرگداشت همه جانباختگان راه آزادی، استبداد، فساد و ایران ستیزی حاکمیت اسلامی را قویاً محکوم کنیم و خواهان آزادی همه زندانیان سیاسی و عقیدتی گردیم. پاینده ایران. جبهه ملی ایران در اروپا و آمریکا. صحبت از زندانیان سیاسی است. اخبار بسیار بدی از زندانهای ایران میرسه. محمد علی دادخواه، وکیل شجاع دادگستری که در سیاهچالهای رژیم به سر میبره، قبل از رفتن به زندان گفته بود که آنها از من خواستند که اعتراف کنم و گفتند که اگر اعتراف نکنم حکم را اجرا میکنند و ایشون هشدار داده که اگر ایشون اعتراف کرد این اعتراف از درجه اعتبار ساقطه و حتما زیر فشار انجام گرفته. برادر ایشون در مصاحبه‌ای که با کمپین آزادی زندانیان سیاسی کرده گفته که به دیدار برادرش رفته و او صحبت‌هایی می‌کرده که عادی نبوده و حال خوشی نداشته و حتی دخترش رو نشناخته. برادر ایشون گفته که آقای دادخواه همیشه خوب صحبت میکرد و این صحبت ها و پساپیش گفتن جملات بسیار عجیب و غیر عادی است. همه ما نگران وضعیت محمد علی دادخواه و دیگر زندانیان سیاسی هستیم. عبدالفتاح سلطانی هم حال روز خوشی در زندان نداره. وضعیت جسمی او وخیم گزارش شده. محمد سیفزاده به زندان رجایی شهر رفته بدون هیچ دلیلی و بدون هیچ آگاهی دادن به خانوادهش. خانواده او هم نگران سلامتی او هستند. همینطور نسرین ستوده که هفته گذشته مادرش رو از دست داد و دیدار کوتاهی با فرزندانش داشت برای تشییع جنازه مادرش، اما همچنان شجاع و محکم بر سر مواضع خودش ایستاده و ژان دارکوار داره به مبارزه خودش ادامه میده. ما آرزو داریم که در سال جدید خبرهای خوبی رو در مورد زندانیان سیاسی بشنویم. یک خبر خوب این بود که دو زندانی حشمت تبرزدی و محمد صدیقوند در اواخر هفته گذشته آزاد شدند و بعد از سالها به آغوش خانوادهشون بازگشتند، ولی این اخبار که از این وکلای شجاع میرسه اخبار خوشایندی نیست. به مناسبت سال نو ترانه ای رو تقدیم حضورتون میکنم به نام ای باغبان به یاد دکتر محمد مصدق با شعری از سهراب اخوان ثالث که گروه مزراب اون رو اجرا کردن با آوازی از خانم سپیده رئیس سادات. بار دیگر سال نو رو به شما تبریک میگم و آرزوی سال خوبی دارم از طرف تمام دوستان و یاران در جبهه ملی ایران. با سپاس از توجه شما به این برنامه، با سپاس از خدای یک برای پخش برنامه. تا هفته آینده و سال آینده بدرود.
چشم و دیگر